قصه جراح. مرد پسرش را در یک حال وزنین به بیمارخانه آورد. در آن وقت جراح نبود که پسرک را جراحی کند. به جراح زنگ زدند و او کمی دیرتر آمد. وقتی که جراح آمد، مرد بر سر وی داد و فریاد کرد: تو چه حق داری به کار خود دیر می آیی؟ گفت. جراح چقدر کوشش کرد مرد را آرام کنانیده نتوانید. مرد می گفت: اگر پسری تو در بستر مرگ می بود، من احوالت را می دیدم. در آخر جراح به گپ‌های آن مرد گوش نداد و به حجره جراحی وارد شد. پس از 2 ساعت عملیات را به آخر رسانید و برآمد. و آن مرد گفت: برادر، فرزندتان خیلی خوب است. خواطر نشوید، زود صحت می شود. و سراسیمه موار از بیمارخانه برآمده رفت. باز مرد از پسی داد و وای کرد. او را حقارت و دشنامه ها می داد. تو کی هستی؟ چی هستی که با اینقدر خودپسند بوده ای؟ گفت. این سخنها را یاردمچی نعمان جراح شنیده ایستاده بود و به نزد آن مرد آمد و گفت: برادر، شما خطا میکنید. جراح خیلی مردی خوب است. از او دکتری بهترین را یافته نمیتوانید. شما چی بودن حادثه دیروز را نمیدانید. دیروز فرزندی و جگربندی در افت هلاکت وفات کرد. وقتی که شما فرزندتان را به بیمارخانه آورده، ما با او زنگ زدیم. او در همان وقتی که ما زنگ زدیم در جنازه فرزندش بود. وقتی که ما احوال پسری شما را به او گفتیم، او جنازه پسرش را باز داشت و برای شفادهی برای پسر شما آمد. و اکنون شتابان می رود تا بیان جنازه باز داشته را به آخر رساند و فرزند خود را به قبرش گذارد. مرد که این سخنها را شنید و آن مردی که جراحی که فرزند خود را، جنازه فرزند خود را گذاشته برای نجات دادن این فرزند این شخص آمده بود، خیلی پشیمان شد از سخنهای فکر کرده‌اش و از پس جراح دوان رفت تا از او بخشش بپرسد. با همین قصه ما با آخر میرسد. قصه عبرت‌آموز است و کانال ما abonne شوید. در ویدیوها لایک گذارید. ویدیوهای بهترین در پیش است. در پناه خدا باشید.